پهنشوی با سرعت کرونا ویروس در بسیار کشورهای جهان و به مرکز کرونا ویروس تبدیل یافتن اروپا جدول پروازهای بسیار کشورهای هواپیمایی را تحریر کرد و باعث کاهش شمار مسافران شد. از جمله شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز شمار پروازهایش به دوشنبه را با یک عدد کاهش داده همکنون هفته 2 بار در سمت دوشنبه استانبول پرواز انجام می‌دهد. استانبول نقطه مهم ترانزیتی برای سفر به نقاط دیگر جهان می باشد و مسافران از تاجیکستان از این سمت زیاده استفاده می کنند. آلمانیا، فرانسه، اسپانیا. آخر هفته گذشته وزیر نقلیات ترکیه محمد چهید گفت که ترکیه رفت و آمد هوایی با 9 کشور اروپایی را تا 17 اپریل متوقف می کند. در این رویخط او آلمان، فرانسه، اسپانیا، نروژ، دانیا، بلژیم، استرالیا، شویتسیا و هلند را یادآور شد. Bu tarih Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile ileriye veya geriye alınabilir.